و یه غذای ایسلندی هستش که مدفوع کفتره. بعد این قسمت سفیدش از مدفوع چیزه، کفتر ایسلندیه. بعد آره بعد بچه ها سلام، مانیم. اولین ویدیومه. بسیار آدم خجالتی هستم که بیام تو یوتیوب. گفتم اولین ویدیومو بیام رو خودم فشار بذارم و بیام یه جای بسیار پابلیک و ارزش ویدیو بگیرم، جایی که همه میگیرن. یه ایده‌ای که داشتیم، یه چیزی درست کردیم که بافتش مثل ماس میمونه. قرار به مردم بدیم تست کنن و خیلی قراره ویدیو باحالی بشه. خوبی؟ سلام. اسمتون چیه؟ سامیار هستن. آقا ما یه اوردری درست کردیم، بعد اسم کافمون هم مانیزوه. حالا بعدا دوست داشتیم بیان، بعد می‌خواستیم اینو تست کنیم، به نظر عموم جامعه رو ببینیم. می‌خوایم شما یه دونه ورداریم با یه دونه پاشو. بیسش از ماسته. حالا از 1 تا 10 بخواین نظر بدین. بچه دوست عزیزمون علی دیگه. بله. چون خودشون آشپز هستن. شکر هست توش، بعد شیر هست، هلوه. قسمتش از چیز شیره. بعد این قسمت سفیدش از مدفوع چیزه، کفتر ایسلندیه که خیلی حالا تازه تو ایران میخوایم بولدش کنیم. حالا بخوای نمره بدی به چه صورته؟ نمره بدم که طعمش خوبه ولی جزئیاتش یکم یه جوری بود. داداش سلام. خوب شما؟ ببخشید چند هست میتونم وقتتو بگیرم. ما ریویو غذا داریم از کافه مانیزو، بعد یه تست غذا داشته باشی. وقت نداری؟ قربونت بشم. خوشمزه است. دوست داری رسیپیشم بدونی؟ ببین این حالا دونه اینا رو میبینی قرمزا رو، اینا هلوه. بعد چون رسیپیشو خیلی خاص کردیم از غذای ایسلندی الهام گرفتیم که مدفوع کفتره. بعد آره بعد دقیقا داشتم گوش میدم. مزه چطور بود؟ مزهش خوبه. خب بعد یه حالت غذای ایسلندی میشه که از مدفوع کفتر ایسلندیه. حالا اگه چیز کنیم چون این اوردر خیلی خاص بود. ببین میخوای یه قاشق دیگه تست کن؟ نه دیگه. ببین انقدر بافتش خوبه چون اول مثلا طرف میخوره فکر میکنه بده، بعد حالا اون مدفوع کفتر کار در میاره دیگه. میخواین رسیپیشم بگم حالا اگه دوست داشته باشیم. داخلش حالا تیکای هلو هستش و یه غذای ایسلندی هستش که مدفوع کفتره. بعد حالا اگه مدفوع کفتر این؟ آره یعنی چی؟ نه جدی مدفوع کفتره. حالا یعنی چی مدفوع کفتره؟ خب یه رسیپی گفتم که متوجه نمیشم. نه ما سه غذای ایسلندی که خیلی خاصه. حالا ما گفتیم تو ایران برای اولین بار بیاریمش که بیسش از مدفوع کفتره. آقا دست بخوای ما یه پرنک داریم میگیریم تو مخفیه درست. این کافه که مانیزو هم گفتن اصلا چنل خودمه. اوکی ما ویدیو رو بذاریم تو چنل. فکر کنم بزنه داداش ما رو. قاشق داره میچ کنه. ماست آماده است. نه ماست آماده است. ماست هلوه. ماست هلوه. ما نیستیم. آره تو مخفی بود. بعد آره ماست هلویی بودش. حالا اگه اوکی ما ویدیو رو بزنیم یه لایک هم بدیم. آره حالا اگه اوکی یه لایک بدیم ما اگه مشکل نداره. مرسی.